آدمایی که واقعا از حیوانات مراقبت میکنن یه چیز عجیب تو زندگیشون اتفاق میفته. اینا زیاد میگن، نمیدونم چرا تو لحظه های خیلی بد یه جوری شانس میارن و برعکسش هم هست دیگه. آدمایی رو هم دیدی که همش میگن چرا من همیشه بد شانسم، شانس نمیارم. ببین بحث خرافه نیست، بحث خیلی ساده تره. تو وقتی به ضعیفترین موجود این دنیا آسیب میزنی یه بخشی از انسان بودنت رو نابود میکنی و همون بخش نابود شده بعداً تو تصمیم گیریهات، تو تمرکزت، تو آرامشت، تو رفتار روزمرت خودش رو نشون میده. تو همون نقطه‌ای که یه آدم درستکار اشتباه نمیکنه تو اشتباه میکنی. تو همون جایی که یکی راه رو پیدا میکنه تو گم میشی دیگه. کسی که از موجود بی زبون مراقبت میکنه در واقع داره خودش رو قوی تر میکنه، داره از خودش مراقبت میکنه، دنیا به شیوه خودش باهات حساب کتاب میکنه و گاهی تو لحظه های بسیار حساس زندگی باهات تسویه حساب میکنه. مهربونی به این زبون بسته ها خرج و هزینه اضافی نیست، نوعی سرمایه گذاری روی ثبات خوده.